درود به دوست خوبم. حالت چطوره؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ دماغت چطوره؟ دماغ چاقه؟ کپکت خوبه؟ کپکت خروس میخونه؟ امیدوارم که خوب باشی. امیدوارم. قبل از هر چیزی این داستان ماستانا رو یادت نره. داستان ماستانا حوصله ندارم بگم. دیدی تو رابطه میری طرف میذاره میره 6 ماه بعد دوباره برمیگرده دوباره میذاره میره. اگه برگردی دیره راه برگشت نیست دیگه. و میگه آقا من خیلی خوبی میکنم چرا پس گذشت رفت. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم چی باعث میشه که یه آدمی هی بیاد هی بره هی بیاد هی بره. من این چند روز واقعا ناامید بودم، نمیدونم چطوری بگم. کلا جامعه یه جور شده که من آدم بدذاتی نیستم، یعنی همیشه سعی کردم که آدم خوبی باشم، آدم مفیدی باشم. مثلا چند روز پیش یکی از بچه ازم سوال پرسیده بود که آقا مسخره ترین سوالات هم جواب میدی، دلیلش چیه؟ و اینطور بودم که من وقتی سنم کم بود، وقتی سوال میپرسیدم از اطرافیانم، میدونی جواب نمیدادن، ایگنور میکردم. خودم میفهمیدم، دوست ندارم اون حس بدی که خودم گرفتم رو دیگرانم داشته باشم. ولی خب متاسفانه این همه سالی که من سعی کردم محبت کنم بدون منت به آدما، ناامید شدم، میدونی. و نمیخوام به این باور برسم که میگن اگر بد محلی کنی، خودت رو بگیری، نمیدونم دیگران رو تخریب کنی، بیشتر با ارزش. اما متاسفانه این مدل آدما بیشتر زندگی قشنگتری دارن، هرچند قشنگ نیست. فقط خواستم بگم اگر یکم روحیم خوب نیست، آدم ناله کنی نیستم، یعنی از اینا نیستم بگم آی من چقدر تنها. ولی خب آره دیگه، آره بعضی وقتا آدم ناراحت میشه، یعنی انتظار اون رفتار رو نداره اما ناراحت میشه. کاری نداریم، حالا بریم سراغ موضوع امروزمون که به نظرم خیلی هم جذابه و یه دستی بر سیبیل بکشیم. موضوع جذابی رو میخوایم بهش بپردازیم. اول از این که چی باعث میشه که یک آدمی هی بره هی بیاد. من توی یکی از پادکست هام تو کانال اینجا لینک میاد. خب یه پادکست دیدم با عنوان معیار، یه خلاصی ازش بگم. ما میگیم وقتی شما میخوای تو رابطه بری بس 3 تا معیار داشته باشی: ظاهری، رفتاری، فانتزی. ظاهری قدش بلند باشه، موفر باشه، فلان باشه. رفتاری دوستم آدمم مثلا اجتماعی باشه، دوستم طرفم سرزنشگر نباشه، دوستم طرفم اهل مسافرت باشه، دوستم طرفم آدم صبوری باشه، توهین نکنه، فحش نده. شاید بعضی این چیزا اوکی باشن. فانتزی طرفم کتابخون باشه، طرفم نوازنده مثلا فلان ساز باشه، میدونی یه چیز فانتزی. طرفم اهل فیلم باشه. این معیارها به چه درد میخورن؟ ببین وقتی من این معیارها رو داشته باشم 10 تا، ظاهری خیلی نمیشه بهش دل بست، چون بعد اون آدم به دلت بشینه. الان گلزار خوشگله اما به دل کسی نمیشینه، درسته؟ پارسا پیروزفرم خوشگله، ولی این کجا اون کجا؟ خب حالا اینجا چند تا نکته وجود داره. پس ظاهری رو ما بهش دل نمیبندیم اما موضوع مهمی هست. خب کاری نداریم، حالا ما اینجا نمیخوایم راجع به معیار کلی صحبت کنیم، اونو توی قسمت دیگه صحبت میکنیم. این معیارها باعث میشن که وقتی من با یه آدم میرم تو رابطه بگم این آدم شبیه اون معیارهایی که من میخوام هستش. این به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره که من فردا طرفو ول نمیکنم برم. چرا؟ چون میبینم همون آدمیه که میخوام. اما اگر من معیار نداشته باشم، وقتی با یه دختری تو رابطه میرم 2 تا فکر مزخرف میاد تو سرم. اول از این که پوریا شاید از این آدم بهتر پیدا بشه ها، و من میام طرف میگم ببین تو لیاقتت خیلی بیشتره، من خوب نیستم، من سرطان دارم، من دارم میمیرم، بیا با هم کات کنیم. خب اینجوریه دیگه، طرف میذاره میره خیلی بی‌دلیل. ولی نمیام بی احترامی کنم، چون یه راه برگشتی میذارم، میگم حالا باز شاید بعدها دلم خواست بیام مثلا دوباره بخوام باهاش وارد رابطه بشم، طرفو چشم انتظار میذارم. و یه فکری دیگه هست، چی میشه؟ برمیگردم این فکری میگه پوریا نکنی دیگه بهتر از این آدم نیاد تو زندگیت. دوباره برمیگردم با ذوق و شوق خیلی زیاد که من عاشقتم، من تو رو میخوام، تو عشق منی. بعد صبح بیدار میشم میگم عجب غلطی کردم. این یکی از دلایلشه. اگر تو اون معیار رو نداشته باشی آسیب میبینی. بدون تعارف بخوام بهت بگم، مسئله دوم خیلی مهمه. ببین بعضی از آدما هستن دوست دارن رل داشته باشن اما با عنوان
شریک بگیم زندگی به عنوان همسر نه. مثلا طرف میگه ببین من دوست دارم باها تو رابطه باشم، اما این که بگی فردا بیا خواستگاریم، نه، من اینو دوست ندارم. و میدونی چرا؟ ما تعریف خیلی چیزا برامون اشتباهه. مثلا طرف میگه من میخوام عشق و حال کنم. عشق و حال در چی در واقع نتیجه بندی میشه؟ مشروب خوردن، دختربازی یا پسربازی، سکس و کارهای غیر عادی. اینجوری بخوام بگم، یعنی عشق و ته عشق و حال این مدل آدمایی که میگن ما هنوز عشق و حال نکردیم همینه. ولی من مثلا میگم یه آدم در واقع میتونه با شریک عاطفیش هم خیلی لذت ببره، با هم دیگه آشپزی کنن، با هم دیگه کمپ طبیعت برن، با هم دیگه برن یوگا، مدیتیشن، با هم دیگه کلاس ورزشی رو برن. خیلی چیزا هست که با هم دیگه اتفاق میفته. ولی این آدما میگن خب من که یه بار به دنیا آمدم، چرا نخوام با 5 نفر سکس کنم؟ پس چیزی که جالبه اینه که اکثر خیانتکارایی که توی رابطه عاطفی هست، یعنی ازدواج کردن، متأهلین خیانتکار، به خاطر اینه. میگن چرا من فقط با زنم یا شوهرم سکس کنم؟ یعنی مثلا من تو مراجعین خیانتکارم شاید بگم 10% 20% واقعا مشکل رابطه است. مثلا طرف میگه با یه آدم 15 ساله تو رابطه است، خب این اصلا هیچ ربطی نداره. خیانت هم اگر میکنی مثلا میگه آقا این آدم مثلا به من محبت نمیکنه، نیازهای عاطفی، اقتصادی فلان 20 سال حل نمیشه، من ناخودآگاه رفتم سراغ یه آدم دیگه. خیانت رو نمیشه حق داد. ولی این طرف با یه آدم 20 سال خودش کوچیک‌تر، خب این دیگه اصلا ربطی به رابطت نداره. پس چیزی که وجود داره اینه که طرف هنوز چشم و دل سیر نشده. این باعث میشه که تو وقتی بهش محبت میکنی بذاره بره. مسئله سوم، این سوم خیلی مهمه. بعضی از آدم‌ها هستن جنبه ندارن. یعنی من یه شعری هست توی آهنگ نیاز یا نماز، اول نماز بود بعد شد نیاز، شعرش از شهریار قنبریه، فریدون فروغی خونده، کی دیگه خونده فکر کنم رام نمیدونم، ولی فریدون فروغی مطمئنم. این آهنگو 1-2 نفر دیگه هم خوندن. میگه که اگه مردای تو قصه بدونن تو اینجایی، واسه بردن تو با اسب بالدار میتازن. یعنی چی؟ میگه تو اگر وجود خارجی داشته باشون، مردای قصه هستن با اسب و این چیزا میان تو رو میبرن. تو وقتی اینو به طرفت میگه، آره کاری نداریم دختر باشی یا پسر، طرف دچار توهم میشه، میگه ببین من وقتی میتونم بهتر از این بیام، مثلا آدم بیا تو زندگیم، چرا فقط بخوام با این بمونم؟ کات میکنه باهات، خاک بر سرش کنن، خاک بر سر. اگر تو به این دلیل کار کردی، خاک بر سرت. البته میدونم که مخاطبای من اینجوری نیستن، ولی هستن، خیلی اینجوریان. مخاطبا رو نمیگم، اونا رو میگم که طرف رو بهش محبت میکنی، بی جنبه میشه، میگه من دیگه خیلی جذاب، بذار من لباسمو در بیارم، بذار در آقا جان یه 2 دقیقه بذار لباس سرت باشه برادر من، یکم رو خودت کار کن. اگر 4 نفر ازت تعریف کردن این معنی نیست که دیگه برای همه جذابی. بعد یه رفتاری مخربی دخترها دارن، وای بچه‌ها سبزی بیار میخوایم غیبت کنیم. به دختره میگه که چرا دوست پسر تو به دوستات معرفی نمی‌کنی؟ یا مثلا پسره میگه تو چرا من رو به دوستات معرفی نمی‌کنی؟ دختره میگه ببین تو خیلی جذابی، میترسم تو رو از من بگیرم. بابا این چه تعریفیه؟ یعنی چی تو خیلی جذاب؟ طرف میگه ببین چقدر خیلی ببخشید خرکیف شده، چقدر اصلا فکرشو نمی‌کرده من باهاش رل بزنم، من چقدر خواستم. بابا هندوری زیر بغل طرفت نذار، دوستش داری قبول، اما دیگه نذار اینجوری نپرستش، بگو آی تو هر کاری کنی من عاشقتم. این خوب نیست. میدونی چی میگم؟ این خوب نیست. اندازه آدمای بی جنبه زیادن. و یه نکته دیگه‌ای که وجود داره در این آدم‌ها اینه که مسئولیت پذیر نیستن. یعنی طرف تو شخصی ترین زندگیش هم تر زده، چه برسه به چیزهای دیگه. چه واژه‌ای میگم تر زده، در زندگی شخصیش دچار اختلال شده، ولی تر زدن واژه قشنگ‌تری بود ها. و یه بخش دیگه‌اش که من شاید بگم چند وقتی بهش پی بردم، بحث حسادته. من دانشجوی روانشناسی، دوستم دانشجوی روانشناسی، این در خانم‌ها متأسفانه خیلی زیاده. دوست من میره با یک جراح قلب خانم ازدواج میکنه. بعد من میگم این دختر معلمه، هیچی هم نداره، مایی چیز تومن بهش میدن. خب چرا من با این موندم؟
محمد با اون قیافه، با اون تیپ، با اون هیکل مزخرفش اونو داره، بعد من با چیه این موندم. یه بخشش هم اینه، دختره میبینه دوستش رفته با یه پسری دوست شده، پسر پولدار، ماشین، حالا نمیدونه اصلا رابطه‌شون چیه، با خودش میگه من چرا با یه آدم پرایدی موندم، بذار باش کات کنم. میدونی این حسادت‌تر هم هست. آدم هایی که اینجوریان هم هیچ وقت رابطه خوبی ندارن، چون همیشه بهتر از شریک عاطفیت هست. امیرعلی نوویان یه ویدیویی داره میگه زیباتر از عشق ما، قشنگتر از عشق ما، فوق‌العاده‌تر از عشق ما هست، اما عشق ما میآموزد که نبینیم. اگر تو چشمات، گوشات، حتی حرفات با حجاب باشه، با حیا باشه، هیچ وقت سمت خیانت و این داستانا نمیری. و اینها دلایلی هستن که آدم‌ها به واسطه اینها طرفشون رو ول میکنن، میرن. آیا برمیگردن؟ آره، اما به دلیل دوست داشتن نه. میبینه احمق تر از تو نیست، خیلی ببخشید واقعا احمق تر از تو نیست، دوباره برمیگرده. ولی تو اون چیزی که تو ذهنش ساخته رو برآورده نکن. اگه اون به تو میگه احمق، نگاهش به تو نگاه احمقانه‌ایه، تو حداقل ثابت نکن که من احمق خوبی هستم. معمولا پیشنهادم میگه مشاوره بگیرید. و از کجا بفهمی که این آدم در واقع اینجوریه یا نه؟ ببین بعد مشاوره بگیر. میدونی مخاطب من 15 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، من نمیدونم چند سال است. من نمیتونم بیام بگم این برای همه کارسازه، این برای همه مفیده. نه، اینجوری نیست. تو باید بری پیش مشاور. تنها پیشنهاد مشاور است. من تو این ویدیو سعی کردم که حالا چند تا مشخصات بگم و اینکه حالا در ویدیو بعدی بیشتر بهش میپردازیم. داستان ماستان یادت نره. این اسمش سابسکرایب و لایک و این چیزا نیست. داستان ماستان یادت نره. و اینکه مرسی که من بودی. شب و روزگارت خوش.